درود رفقا، امیدوارم دلتون خوب باشه، تمام سلامت باشه و جیبتون پر پول باشه. تو این اوضاع ناسامان مملکت امیدوارم دلتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو شروع کننده یک کاتگوری بسیار 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 بزرگ هستش. یک کاتگوری که دوست دارم شاید 10 الی 20% از کل ویدیوهای کانالم در محور اون باشه. میدونم میذاره شاید توقع زیادی از خودم اول، ولی دوست دارم همین چیزی رو انجام بدم، یه فرهنگسازی بسیار بسیار درست و خوب. این ویدیو چیه؟ این ویدیو اول دیگه صندلی نرسید. این ویدیو در مورد که چرا باید کتاب کنیم و کاتگوری کتابمون رو قرار باز کنیم و گفتمان بکنیم درباره دلیل‌های زیادی برای کتاب خوندن داره. شاید 10 دلیلش من با چت جی پی تی گلچین کردم و چند تا دلیل خودم قرار اضافه کنم و حالا پایین کنیم و یه ذره خودمون متر معیار بسنجیمش. اولین سوال من اینه که چرا نباید کتاب خوند؟ واقعا دوست دارم اینو هر کسی که میگه کتاب نمیخونم جواب بده. دوست عزیزی بود تو اینستاگرام، خدا وکیل اسم و فامیلش اصلا کلا یادم رفت، و یه پیج کتاب داشتن که فروش کتاب رو داشتن و یادگیری داشتن. یک ویدیو بودن که من ریپوستش هم کردم تو اینستاگرام شخصی خودم، نه اینستاگرام که به کار من داره هنوز ندارم. اینستاگرام خودم بود که گفت که یه مرده کامل گذاشته بود که من تو عمرم کتاب نخوندم و هیچ مشکلی ندارم. اون ویدیو خیلی معروف هم شد و نظر من همونه، یعنی واقعا ناآگاهی هایی برای انسان به وجود میاره که واقعا شاید با دید تفکرآمیز و انتقادانه به خودمون باید نگاه کنیم تا متوجه اونها بشیم و سخت متوجه شدن اونها و آسانتر این است که بهانه بگیریم. الان هر جوونی به من بگه وضعیت اقتصادی بده، هر کسی انکار کننده این باشه یک آدم دروغگوه به نظر من، یا از سر نادانی یا دروغ داره میگه. جز این دورا من دیگه راهی به ذهن من نمیرسه. اقتصادی بعد وحشتناکه، فاجعه است. چند ماه دیگه جی تی ای 6 میاد فکر کنم، نمیدونم اسمش هم نمیدونم چون اسمش رو یادم رفت. چرا؟ چون ندارم بخرم، تلویزیونشو ندارم، پلی استیشنشو ندارم، بازیشو ندارم، دستشو ندارم، وقتشو ندارم، هیچیشو ندارم، دنبال نمیکنم چون ناراحت میشم، چون غمگین میشم. جی تی ای قبلشون بازی نکردم، من بلد نیستم. نه زیادان چه ما سان اندرس بازی کردم، بیشتر جی تی ای بازی سان اندرس بود، پلیس 2 هنوزم دارم. بالا که نه بالا مرنباری داریم اونجا گذاشتهش. چرا؟ چون نمیتونم، اصلا هیچ جوری با من نمیسازه و ویدیوشم نگاه نمیکنم، دلم میسوزه، دلم برای خودم میسوزه، چرا جوون میسوزه. ندارم. خیلی ویدیوش نگاه میکنم و هیچ عیبی نداره و 2 برابر نگاه کنم. من خودم آرزویی که دارم نگاه میکنم، هیچ مشکلی نداره، من در این خصوص نگاه نمیکنم. بیاد جزئیات اینا رو به صورت زیر چشمی نگاه میکنم. حالا ویدیو کتاب رفت تو گیم کلی داشتن میگفتن، آقا اقتصاد داشتن می‌زدیم و این ویدیو شاید طولانی بشه و شاید نشه، نمیدونم. اقتصاد خیلی بده، یعنی منم قبول دارم، ولی اینکه دانش اقتصادی خودمون رو بالا ببریم، احتمال موفق شدن در همین اقتصاد افتضاح هم موجود داره. و صادق جان تو موفق شدی لازم واسه میگم نه. با ما جوون 18 ساله نمیتونم بگم موفقم، نمیتونم بگم ناموفقم، چیز حد میانه وسط و هر روز تلاش میکنم حد میانه وسط بیارم بالاتر، نه پایین‌تر، بالاتر. و این افتخار میکنم که تلاش میکنم و تا اگر تلاش کنم 2 سال دیگه موفق نشدم، میگم آقا تلاش کردم، سطح سواد من همینقدر بود، مملکت من هم نشد بشه. ولی اگر تلاش نکنم 2 سال دیگه موفق نشم و از این حد متوسط بیام پایین‌تر، این میشه تقصیر من. میتونم حتی بهانه بگیرم که ماشاءالله بهانه‌ام زیاده، ولی خب بحث بهانه نیست، بحث
یه خود انسان از مهم نی براش واقعا، شاید یه دقیقه 2 دقیقه ناراحت بشن، خوشون خلاص، خوشون یه ذره باید ناراحت بشن، ولی در نهایت خودتین و خودت و این همه چیز بستگی به خودت داره. این از این 10 تا فوایدش رو قرار بهتون میگم. از دهمی شروع کنم. نوشته سرگرمی مفید. بله اینو من یعنی قبول دارم. یکی از مفیدترین سرگرمی ها خوندن کتاب، خوندن کتاب های زیبایی که داریم، خیلی هم زیاده، یعنی واقعا هرچی بخونه از خوندنشون سیر نمیشه. سرگرمی مفید، حالا این فقط تیتر رو زده سرگرمی مفید، من قرار توضیح بدم. چه سرگرمی مفیدتر از کتاب خوندن؟ ورزش و کتاب خوندن یکی از بهترین سرگرمی‌های که انسان میتونه داشته باشه. و سرگرمی مفید زیاد داره، سرگرمی خوب زیاد داره، سرگرمی بد ولی وحشتناک بازم اون خیلی بیشتره و خیلی بیشتر خوش می‌گذره و دوپامین بیشتری در مغز ترشح می‌کنه. سرگرمی مفید که بشینیم کتاب بخونیم و که تو مغز کمتر دوپامین ترشح میشه در حال عادی. من 10 دقیقه تو اینستا یه دونه کتاب تموم کنم، شاید 10 دقیقه اینستا دوپامین بیشتری به مغزم بده و هم آسون تره، هم راحت تره، هم دوپامین بیشتری داره. بس میگم چرا من کتاب بخونم؟ و اینی که کارو سخت میکنه. نه، یه ذره عشق داشته باشید، یه ذره بتونید به مغزتون غلبه کنید، خیلی خوب میشه. برای دوری از این لامصب، از این گوشی که تمام زندگی من رو و ما رو در بر گرفته، یه ذره دور بشیم ازش. خیلی خوبه، خیلی بهتره، خیلی جامع‌تر و باحال‌تر میشه که یه ذره از این گوشی دور شیم، یه ذره از این موقعیت‌ها دور شیم. خودم میام باهاتم اینکه حتی مثلا تو یه ماه یه دونه کتاب دارم میخونم، یه دونه کتاب دارم، نصفش هم نخوندم، خودم دارم اولین نفر خودم کتاب خونم می‌خواستم پر کنم، ولی تو قفسه یک دو 4 تا قفسه 5 تا داره، یکیش قفسه خالیه، چهارمیش هم یه ذره این بالاش نشون داده میشه. چند تا کتاب، 10 تا کتاب بیشتر خریدم من آقا یه ذره لخت نباشه. برای من زشته یه کتاب خونه یه متری بخرم جانش داشتم تا کتاب، یعنی جا زیاد باشه و اما کتاب نخونده باشم، کتاب دانشگاه بذارم، کتاب نخوندم بذارم، دفتر بذارم، این از زشته، اینا برای من زشته و دوست دارم با هم دیگه پیشرفت کنیم. و این اولیش سرگرمی مفید. دومی از آخر ساده افزایش اعتماد به نفس. واقعا به نظر من اعتماد به نفس به شدت بالایی به من داده و حتی کتاب هم هست که کجاست کتابه، بعد جرأت داشته باش از فریدریک فائزه نمیدونم فریدریک یه چیزی هست، موضوع خوندنشو نداریم. و راه های افزایش اعتماد به نفس، جرأت داشته باشه که اسمش جرأت داشته باشه و اون مثلا راه افزایش اعتماد راست میگه، کاری ندارم حتی من اون هنوز نخوندم ولی تو قالب ها هست که فکر نکنم به زودی ها قبلا بود ولی الان فکر نکنم باشه، بستگی داره در هدف نوشته باشم میشنم. کاری ندارم، اعتماد به نفس والایی به من داده، به شخص من تجربه کردم و حتما به شما هم شاید بده، نمیدونم من اطلاعی ندارم. یه لحظه بازم مصخصه میکنم. اعتماد به شدت بالایی به من داده و امیدوارم به شما بتونه بده و این خیلی خوبه. 3. بهبود حافظه. واقعا خیلی به بهبود حافظه کمک میکنه. اینو یه توضیح ریزم جلو همشون نوشته دنبال کردن شخصیت ها، وقایع و مفاهیم مختلف ذهن ها فعال نگه میداره. این همیشه گفت در توضیحاتش. و بهبود حافظه واقعا در همه جهات حافظه ما رو تقویت میکنه. بله خیلی من کتاب خوندم خیلی یادم نمیمونه، خیلی فلان، اینا اصلا روایت ها و حرفای زیادی در اینستاگرام حتی خودم شنیدم در این باره و فعلا بازگو نمی‌کنم. اگر شاید وقتش بود، فرصتش بود، جایش مخصوصا بود، بازگو خواهم کرد. اینجوری شده بازگو خواهم کرد یه روزی. 7 از واقع در هم 4 میشه. 4 درک بهتر دیگران. چقدر این مطلب شما دوست دارم. حالا دوستش بدونم به ویژه رمان ها به شما کار میکنند
احساسات و دیدگاه‌های افراد مختلف رو بهتر درک کنید. و یه خط اونجا خودش میذاره، من خودم، و خودتان را جای دیگران بگذارید. اصلا یه چیز عجیب غریبه درک کردن دیگران، اینکه درک کنیم خودمون رو، پارتنرمون رو، پدرمون رو، مادرمون رو، خواهرمون رو. این در وهله اوله. دیگران بعد میره دوستان، رفیقا، فامیل ها، بستگان، همسایه، در اجتماع میریم و این درک کردن دیگری به شدت مهمه. اینکه یکی بیاد تو اینستاگرام فوش بنویسه و بره، خیلی مهم نباشه اصلا یه فوش نوشتم هه میخنده و میره، ولی شاید یکی رو نابود میکنه، شاید یکی اعصابش خورد میکنه، چندین روز شاید درگیر یک کامنت یه خطی تو باشه. که درک نتونه بکنه دیگران رو، خیلی بده، خیلی بده. من اینجا یادآوری کردم که آخر ویدیو بهتون بگم خودم درک بده دیگه. میشه چهارمی، پنجمی، بله، افزایش خلاقیت. این چیه؟ یعنی داستان ها و ایده های جدید قوه تخیل و نوآوری ما رو تقویت میکنه. اینم من چیزشو داشتم، اتفاقش داشتم برای من. رمان خیلی نخوندم ولی بازم برای من اندکی تخیل منو بهتر کرد. خواهرزاده دارم من، 2 ساله شده، 2 ساله و مامانش کار داشت من نگه داشته بودم و یعنی فی‌البداهه یه داستان واقعا میشه گفت قشنگ، تقریبا قشنگ، فی‌البداهه براش تعریف کردم. آره همین نشست بود دهن من نگاه میکرد، خاصی نمیگفت، دهن من اینطوری به کنجکاوانه نگاه میکرد و که تونستم اینو بگم یه ذره اعتماد به نفس من داشت. حالا میدونستم چی کار بکنم، نمیدونم، برام پیش نیومده بود. اولین چیزی که اعتماد به نفس نداشتم که اصلا بگم چیزی شروع کنم به ساختن همین داستانی، اصلا فکرش هم نمی‌تونم بکنم. ولی خب یه داستان خوب ساختم با شروع خوب، با پایان خوب تقریبا، و باحال بود برای من با این سن باحال بود. برای بچه‌ام که در من خیلی شده بود، خاصی نمیگفت، ولی برای اون آدم باحال بود. بعدی شمی کاهش استرس. توضیح میدم غرق شدن در یک کتاب جذاب میتواند ذهن را از از نگرانی های روزمره دور کند. بله چیز بدیهیه و کاهش استرس میتونه اصلا حواس خودمون پرت کنیم با کتاب. چرا که نه؟ چرا حواسمون با اینستاگرام، با گوشی رو پرت کنیم با کتاب؟ شروع کنیم کتاب رو باز کنیم بخونیم، شروع کنیم مطالعه کنیم، شروع کنیم به خواندن. چرا که نه؟ چه عیبی داره، چه بدی داره؟ هیچ، به خدا هیچ. و کاش یاد بگیریم اینا رو، که هیچ عیبی نداره در غرق شدن در کتاب، خوندن کتاب، رمان، فانتزی، هیچ اصلا کاتگوریش هم اصلا یک داستانیه که الان اینجا من بنویسم که یادم نره. خطم افتضاح، یعنی من بگم بهتون خط من یعنی خط است، خط دکتر که اصلا فبها خیلی اصلا دست دکتر از من بهتره. بعدی تقویت تفکر انتقادی. یعنی چی؟ یعنی با خواندن دیدگاه‌های مختلف بهتر می‌تونم مسائل رو تحلیل و ارزیابی کرد. به نظر من اینم کامل درست. البته به ذهن خودتون داره و این کامل درسته. انتقادانه و باهوشانه تر میتونید مسائل رو باز کنید، تجزیه و تحلیل کنید به قول گفتنی. و خیلی از این نکات رو من نمیشه گفت یادم میره خودم، ولی خب یعنی پشت ذهنم میمونه، یه ابزار و یه سلاح مخفیه که انگار تو جیبت داری، تو داری همراهت همیشه و هیچ وقت ازت تا روزی که زندگی هیچ وقت ازت جدا نمیشه. و این یک نکته بسیار مثبتی که یه بزرگی به هم گفت. این رو من خیلی جدیش نگرفتم حرفشو و الان دارم میبینم عجب حرفی زد که من نفهمیدم موقع و نفهمیدم چی گفت و الان دارم میفهمم که چه حرف خوبی زد. گفت یک ابزار، یک کمک به شدت بزرگی در زندگیت که رو ذهنت کار کنه. اصلا واقعا اصلا هیچ عجب غریبیه. عذر میخوام گلو درد ما رو ول نمی‌کنه. 3. گسترش دایره واژگان. حالا این خیلی
کتابی گفته، حالا من چشم بکنم خواندن کتاب به بهبود مهارت گفتاری و نوشتاری کمک می‌کند. 100% این درسته. حالا خیلی خودمان‌تر بگیم که خیلی هم دلایل محکمی میارم برای این که حرف کم نیاریم تو صحبت کردن. یعنی با یکی داریم حرف میزنیم، حرف کم، سخن کم نه، کلمه کم نیارم. یعنی یک کلمه موس بخوام بگم 6 تا کلمه داشته باشم مثلا برای موس، برای توصیف زیبایی موس، برای تحسین موس، برای اصلا همه چیز موس بتونم حرف بزنم، بتونم باهاش را بیام، بتونم یعنی یک جزئیات از این موس بگم، یک حرفایی بزنم پشم خود موس بریزه اینجا و که حرف کم نیاریم، موضوع کم نیاریم. موضوع اصلا خیلی از این کتابا من شده بارها جمله های مختلف که حتی اصلا کتاب نخوندم، جمله های مختلف تو اینستاگرام دیدم به کار برده، ولی خب کتاب خوندم که اصلا یه داستان های برش گفتن، داستان های سراییدم نمیدونم جمله چی میشه. ببین الان من واژه کم آوردم، یعنی الان جای دوری نریم، من خودم واژه کم آوردم. چون کتاب زیاد نخوندم، الان این جمله نتونستم ببندم. این اصلا این حقیقته که همین الان تو این ویدیو 16 دقیقه دارم میگیرم، همینجا برای من اتفاق افتاده. چند بار واژه کم آوردم، نه کدوم واژه مثلا من تحلیل کنم کدوم واژه الان فعل خوبیه، فاعل خوبیه، جمله رو خوب میشه تکمیل کرد، جمله رو زیبا، اصلا اینطوری میشه. خیلی در زندگیتون مهمه تقویت تمرکز. اینا ما بدم بیشتر روش. تقویت تمرکزی که گوشی ما از ما میگیره، اتفاقای روزمره، اخبار روزمره، زندگی ما ایران و مشکلاتی که هر روز کمتر که نمیشن هیچ بیشتر میشن. برای شخص خودم اینطوریه و انقدر ناتمرکزی، تمرکز نداشتن به چیزی آزار اذیت منو قرار خودم به شخص قرار میده که نگم براتون، واقعا نگم براتون. یک چیز اصلا فقاهت و عجیبه اصلا تمرکز نداشتن من. خیلی برای خودم پیش اومده، از بس فکرها زیاده، از بس دغدغه‌هام زیاده، از بس کارها زیاده، از بس همه چیز زیاده، خیلی وقتا نمیتونم تمرکز کنم. و کتاب بهبود به شدت خوبی در این موضوع میتونه به شما بده، کمک به شدت شایان میتونه به شما بکنه، خیلی خوبه. و آخرین افزایش دانش و آگاهی. کتاب ها اطلاعات و تجربه های ارزشمندی را در اختیار شما قرار میدن. از این گوش بله، افزایش دانش و آگاهی که هیچ شکی درش نیست. حالا کتاب باز بکنیم بخونیم اینبریه، من اصلا انعکاس داریم و کتاب باز بکنیم بخونیم. من خوندم نازنین رو خوندم، یه جا مثلا یه چیزی میگه، چه یه واحد پولی میگه، یه موضوع میگه، یه حرفی میزنه، کلمه میزنه، مثلا این کلمه حالا اینجا همه کلمه عادی داره میگه، حالا چیزی هم نمیاره منجا. حالا مثلا اسم خونه آورده، اسم محله آورده، اسم چون داستایوفسکی نشه روسیه و افتاد کتاب یه لحظه روسیه و از روسیه میگه برام. همین کتاب سمفونی مردگان که اینجا هست یک بخش بود، حالا من اسمشو یادم رفت چون هنوز نخوندمش، اما اول داشتم یه نگاهی میکردم و به چشمم خورد و اگر یک لحظه مووان یکم اگر دومین انکاس کنه برای اینجا بشت مووان یکم. الان سوال شد مووان یعنی چی؟ نوشتم تو دفتر، نوشتم معنی مووان یعنی چی؟ منظور از مووان یعنی چی؟ خوندم تموم شد، دفتر کار نکردم او مووان. من تو چت جی پی تی پرسیدم مووان یعنی چی؟ یعنی بخش‌های مختلف. زبان فرانسویه مووان، فکر کنم دیگه باشه، زبان فرانسویه و یعنی بخش‌های مختلف که مثلا مووان یک و مووان دو خیلی ربطی به هم دیگه نداره و سازگاری متفاوت داره و داستان‌های متفاوتی رو به ما نشون میده. من بهش میگم مووان. و این ببین یه دیتا جدیدی یاد گرفتم من، این یه کلمه جدیدیه، حرف جدیدی میگم، یاد در جاهای مختلف حرفام استفاده می‌کنم و طرف مقابلم میگه چی گفتی، اصلا منظور حرف چی بود؟ این دانش بالا، این علم بیشتر. چرا واسه من عجیب غریبه به خدا، چرا سرانه مطالعه ما کشور انقدر پایینه؟ چرا؟ فکر کنم یه سخنی بود از داریوش بزرگ که تو اینستاگرام من دیدم.
که فکر کنم اگر اشتباهی، اگر غلطی بوده، من عذر میخوام از شما. من هیچ تحقیقی پشت این نکردم، من هیچ اثباتی بر این حرف خودم که نظرم حرف خودم مثلا تایید نمیتونم بکنم، فقط شنیدم ولی درست بود حرفش. حالا دایوش گفت یا من گفتم، هیچ فرقی برای من نمیکنه. گفت مردم در زمان قدیم به دنبال شاه دانا و عالم بودن، شاه دانا و عالم انتخاب کردن گذاشتن، ولی نه این جامعه خوب نشد. بعد دوباره دور هم نشستن گفتن نه این یه وزیر نخست وزیر خوب میخواد، یه وزیر خوب میخواد، بدون میذاریم نخست وزیر، یه وزیر خوب میخواد برای این حکومت و جامعه بهتر شه. یه وزیر دانا و عالم گذاشتن که نه وضعیت آنچنان فرقی نکرد. فهمیدم مشکل از مردمه، مردم دانا جامعه را بهتر میکند. یه سوال همین جا یه فی‌البدایه ذهنم رسید، 5 تا حکومت قبلی ایران خدا وکیلی سرش نکنید بگید به من، جمهوری اسلامی قبلش پهلوی، قبلش قاجاریه، دو تا دیگه‌اش تو شما بگید. 90% نمیدونم، حتی بیشتر، میام به جرئت بگم 90% نمیدونم. 20 قلم روی 7000 سال 6000 سال نمیدونم چند هزار سال، هر کی یه چیز میگه، چند هزار ساله ما نمیتونم 20 تا حکومت نام ببرم. به خدا زشته، به خدا زشته. اینقدر دیتا وجود داره، اینقدر تو کشور غنی هستی. بله قیمت کتاب رفته بالا و بله بهانه است به نظر من، نمیشه کتاب خرید. به خدا که من میتونم، من وضعیت مالی من افتضاحه، یعنی به خدا که یه روز خواهم گفت چقدر وضعیت مالی من بد بود، روز موفق شدم میذارم افتخار بشم بگم که وضعیت مالی افتضاحی داشتم که الان اصلا یه چیز عجیب غریبه برام، خیلی درگیرم میشم، خیلی درگیر شدم. من میتونم کتاب بخرم، مثلا من 90% جامعه میتونه کتاب بخرم. الان داره وضعیت بعد و بدتر میشه، یه ذره 90% داره میاد پایین‌تر به نظر من، بدیهیه چون افتضاح شده اصلا قیمت‌ها و الان روی اینا حرف نمیزنه، چون تا اقتصاددان تو کار نیستن و همین اتفاقا میفته. و در واقع کتاب موضوعات مختلف هم که بگم بهتون هیچ فرقی نمیکنه. خیلی کتاب‌های زرد مسخره میکنن تو اینستاگرام، می‌نویسن کتاب راز، کتاب معجزه شوک‌گذاری، کتابای که نمیدونم کتاب واسه چی بود، قانون جاذبه، جذب، قدرت فلان، همین اینا مسخره میکنن. اگر تو اعتقاد نداری، به عنوان شخصی شما که حرف میزنیم، اگر اعتقاد نداری هیچی نگو. جدا من نظر من آقا هیچی نگو، من اعتقاد دارم میخونم، نتیجه داشت من میگیرم، نتیجه نداشت بازم اتفاق خاصی نمیفته. اگر نتیجه نداشت بشه به ضرر منه، برای تو اتفاق نمیفته که به زبان تمسخر پای حرف بزنی، پای بگی کتابای زرده نخونیم، کتابای فانتزی نخونیم، کتابای رمان نخونیم، فقط توسعه فردی بخونیم، فقط رشد کنیم. نه، من میکسش رو دارم میکنم. من چون زندگیم خیلی بر وفق مراد نیست، بیشتر کتابای رشد خوندم، رمان ها خواهم خوند، خیلی میخوام بخونم، از اون دارم 20 تا از این کتابخونه پر کنم، مثال میگم، حالا بیشتر پر کنم بخونم. چرا که نه. و این خیلی خیلی بده. موضوعات مختلف بکنیم، هیچ ایرادی نداره که هر کسی یه موضوعی بخونه. اگر جوانی و یه کتاب رو توصیه کردم برای نوجوانا، اگر به نظرت اون کتاب 1% کمک میکنه بهت، بخون. منم میخوام همین کارو بکنم. کتاب‌های قرار معرفی میکنم که من با این سنم به درد من شاید نخوره، خیلی بگن، ولی من میخونم و به نظر من کمکم خواهد کرد. وقت نشده تو جوونی بخونم، وقت شده تو اون سنی که باید بخونم، مشکل نداره الان میخونیم، چیزی یاد داشته باشیم میخونیم، شخصیت خودمون رو کامل میکنیم و مشکل پیش نخواهد اومد. امیدوارم یه روزی انقدر کتاب خوندن، کتاب فروش زیاد بشه، کتاب نویسنده زیاد بشه تو ایران، خودمون مخصوصا اول تو جامعه کل جهانی، افتخار کنیم به خودمون، به ایرانی بودنمون، به اصلی که گذراندیم، به آریایی بودنمون، به هویتمون، که هویت خودمون بدونیم چیه. هیچ کی 10 تا سوال پرسید نمونیم، آچمزگیر نکنیم.
به خدا که سطح اطلاعات عمومی جامعه افتضاحه. حداقل دور و بریای من اینطوریان. اگر دور و بریای شما، دوستانتون، فامیلاتون، همسایتون، همکارتون اطلاعاتش خوبه، جا خوب هستید. من جا خوب نیستم، فعلا مجبورم جا کار خودم هم خیلی مغرور نشون نمیدم، من خیلی بالا، من خیلی اطلاعات دارم، نه. ولی سوالهای ساده رو وقتی نتونن جواب بدم، یک آدم 15 ساله، 16 ساله، 18 ساله، 17 ساله، 40 ساله نتونه بگم آقا چند تا قاره داریم، نام به قاره رو نمیتونه یارو بگه، نمیتونه بگه. ولی 10 تا دوست دختر میگه من افتخار 10 تا دوست دختر داشتم. به خدا این افتخار نیست، به خدا این افتخار نیست. ما دارم روزی برسه که بخوایم افتخار کنیم. این کاتگوری ادامه خواهد داشت، حتی اگر ویو این ویدیو صفر باشه، لایک صفر باشه، و حتی اگر این عدد داشته باشه و هیت به شدت بالا و بالای بگیرم، یعنی 100 تا کامنت مثال میگم زیر این ویدیو باشه، 100 تاش فوش باشه به من، فحاشی باشه به من ویدیو بعدی رو میگیرم، ویدیو بعدی کتاب رو میگیرم، بهتون میذارم، قول بدیم تا از نفس کشم این ویدیوها رو میذارم که برای جامعه من مفید باشه. من میذارم 1% یه خیش، یه دونه آجر بتونم برای ساخت این ساختمان بزرگ آجرش من بذارم، یه در سیمانی بمالم، من انجام میدم. حتی اگه 10 نفر بگم تو عمرت آجر نداشتی، ما یاد میذارم، یاد میدم، حتی میذارم یکیش خود درست در میاد، یکیشو صاف میذارم. خب آره، این بود از این ویدیو. ما دوستان نظر خودتون بگید، تو کامنت ها بنویسید و امیدوارم همین برام گفتم بهتون دیگه. خاصی نمیخوام بگم، حالتون بهتر بشه و زندگیتون بهتر بشه. تا ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.